پول خود تنها سر ورزشکارا مصرف میکنن. خود ورزشکار گفته میشه ما 60 میلیون عاید داره. تو یک دفعه تصور کن 60 میلیون افغانی، یعنی روز 2 میلیون افغانی، روز 2 میلیون افغانی. سرعادلانه بودن ایناش هیچ گپ نمیزن. گفت دماغ بسیار مردم بد میخوره. باز هتل والای ما چی میکنه؟ این خودش روز 2 میلیون عاید داره. بجای که هتل بگه من 20 معلمه درس خوان لایق عروسی شده هتل خود رایگان میگیرم، همین که 2 میلیون روزانه داره عروسی از زیر من رایگان میگیرم و ده چند عروسی دیگه هم دایش مصرف میکنم. چرا؟ دیگه تجار موضوع هم خدا را فراموش کرده، وطن فراموش کرده، او فقط تبلیغات خود کار داره. اگر این میتونه معلم تشویق کنه، میتونه همه مصرف یک مکتب بسازه، بهترین معلمین استخدام کنه، بگه درس بده او اولاد غریبی که پولی از این مکتب نداره اونجا درس بخونه، مواد درسی خوب بیاره، تشویق کنه. مثلا ماهانه 100 تا اول نمره که خوب نمره گرفته دعوتشون کنه برشان یک کامپیوتر بده و یک اول نمره اونی یک موتر بده. باز ببینید چقدر درس خواندن خوب میشه.